بسم الله الرحمن الرحیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: مسلمان در نزد مسلمان 6 وظیفه دارد. اگر مسلمان را واخورد، عرض سلام نماید و اگر دعوت کند، دعوتش را اجابت نماید و اگر او با تو مشورت نماید، حتما مصلحتی نکو ده و اگر عطسه زند و الحمدلله گوید، برایش دعا نمای و اگر بیمار شود، عیادتش رو و اگر از عالم گذشت، حتما در جنازه اش حاضر شو. حدیث از کتاب مسلم ابو هریره رضی الله عنه نقل میکند.